4 شب است برای خودت عزیز من، برای نجات خودت، برای سعادت خودت، برای امتیاز خودت. این شب قدر آنقدر جایگاه دارد. در حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء حدیث 7716 از کعب الاحبار می آورد که به حضرت موسی پروردگار گفت ای موسی، امت رسول صلی الله علیه و سلم امتی هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم امت دارد و این امت چنان امتیاز دارد که یک ماه مبارک رمضان دارند. وقت هر روزی که روزه میگیرند الله 1000 سال این امت را به یک روز روزه از جهنم دور میکند. بگو الله اکبر. ما چند روز روزه میگیریم؟ چقدر سال از جهنم دور شدیم؟ 30,000 سال. امتیاز را میبینی؟ جایگاهت را میبینی؟ شب قدر و جایگاه این امت. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه میفرماید از رسول صلی الله علیه و سلم پرسیده شد یا رسول الله، این شب قدر به امتهای پیشین داده شده بود، به امت حضرت ابراهیم خلیل، به امت حضرت نوح 950 سال دعوت میکند. ابراهیم خلیل چه زحماتی که نمیکشد. به حضرت موسی، به حضرت عیسی و پیامبران مثل شعیب آیا به امتش داده شده بود این شب را؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه، این امتیاز فقط به امت من است. این امتیاز فقط به امت من داده شده. به شرابی این امت، به زناکار این امت، به دزد این امت، به قوطای طریق این امت، به خائن این امت، به ظالم این امت این امتیاز داده شده. اگر این شب قدر را دریافتند همون شرابی عزیز خدا می شود، به شرطی که این شب را عبادت بکند، به شرطی که به این شب توبه بکند. بعد حضرت موسی را پروردگار میگوید ای موسی، در ماه مبارک رمضان به امت محمد صلی الله علیه و سلم یک شب دادم که اگر یک جوانه، اگر یک پدر سرسفید و ریش سفیدی، اگر یک زنه در اون شب استغفر الله بگوید یک مرتبه، استغفر الله بگوید یک مرتبه، از ته دل این استغفر الله را بگوید و نادم و پشیمان از گناه باشد و همین شب بمیرد یا فردای همین شب بمیرد، الله درجه 30 تا شهید را برایش میدهد. درجه 30 تا شهید را برایش میدهد. پس بیاندیش عزیز من که تو چقدر بزرگ است، بیاندیش که تو چقدر قیمت داری، بیاندیش با چهره سیاه، بیاندیش با قد پش، بیاندیش با چهره زشت، بیاندیش با دهنی که بدبو است، بیاندیش با شکمی که پر از نجاست است. چقدر جایگاه به من و تو الله رب العزت و الجلال داده است که اگر الله این لطف را در حق یک فرد از امت پیامبر بکند و اون شب قدر را دریابد، 30 تا درجه شهید را الله برش نصیب می‌گرداند. درجه شهید را تو می‌دانی که چه مقام دارد. از شهید سؤال نمی‌شود. شهید پیش از این که شمشیر بخورد کوران جنت انتظارش را میکشد. شهید مستقیم وارد جنت میشود. ولی یک فرد از امت اگر شهادت نصیبش نشود و شبهای قدر را زنده بدارد، الله مرتبه 30 تا شهید را برایش میدهد. پس جایگاه خود را بدان عزیز من. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عایشه رضی الله عنها میفرماید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره. حدیث امام مسلم است. رسول صلی الله علیه و سلم وقت دهه اخیر رمضان داخل میشد میگه آنقدر تلاش میکردن، آنقدر به عبادت تلاش میکردن که در غیر ماه مبارک رمضان این تلاش را نمیکردن. در غیر ماه مبارک رمضان این تلاش را نمیکردن. و دیگر امتیاز تو عزیز من، دیگر امتیاز تو 7 تا فرشته به نزد حضرت ابراهیم خلیل می آید. در داستان لوط مشهور است که 7 تا فرشته می آید و بشارت می دهد حضرت ابراهیم خلیل را به فرزند و سلام می دهد به حضرت ابراهیم خلیل.